به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت تمام خاطرین کانال یوتیوب زیبای افغانستان. امیدوارم هر جایی که هستین سالم و تندرست باشین. دوستان عزیز، تصمیم گرفتیم امروز یک سری به موبایل فروش‌های شهر هرات بزنیم تا آخر برنامه در کنار ما باشین که ببینیم چه موبایل‌های جدید آوردن، نرخ موبایل‌ها رو خدمت شما بگیم و تا آخر برنامه امیدوارم که کنار ما باشین. سپاسگزارم از شما. دوستان عزیز، برنامه ما کماکان ادامه داره. آمدیم کنار که از دوستای عزیز یک معرفی میشیم و چند تا سوال داره من خدمتتون میپرسم. سلام دوست عزیز، وقت شما بخیر. سلام، خوش آمدید. سلامت باشین، زنده باشین. یک معرفی به ما و بیننده عزیز خود اگر داشته باشین. اینجا فروشگاه دنیای موبایل، بنده هم اسمم مرتضی. مرتضی جان عزیز، فامیلی شما؟ عزیزی. عزیز صاحب نازنین، برای ما لطف کنید بگین که چند مدت که این دکان فعالیت میکنه در این دکان و سابقه ای که این موبایل فروشی داره چند ساله؟ بنیانگذار دنیای موبایل تقریبا از 20 سال پیشتره، تقریبا 22 سال میشه دنیای موبایل. یعنی یکی از قدیمی ترین فروشگاه موبایل داره. خود شما چند وقته که کار میکنید این؟ تقریبا یک 13 سال تا 14 سال. 13-14 سال. خب خاطرات خوب و تلخ فکر کنم زیاد دارن. در ادامه باز از شما میپرسم در مورد خاطرات شما. برای ما لطف کنید بگن که قیمت‌های موبایل شما از چه رنج شروع میشه تا به چه رنج ختم میشه که دوستایی که علاقه‌مند به خرید موبایل باشن. قیمت‌های موبایل آیفون از $250 شروع میشه تا $1550 تا $1650. پر فروش‌ترین موبایل که داره همین فعلا که مثلا مشتری شما بیشتر خرید میکنن کدام موبایل؟ 13 پرو مکس، 15 پرو مکس، 17 پرو مکس. خب 13 پرو مکس چه برتری نسبت به 14 پرو مکس داره که مثلا بیشتر 13 پرو مکس بهتر خوش میکنه. این خوش دست‌تره. بله خوش دست‌تره. دیگه ازم به حضور شما رنگ‌های شیک و مقبولی هم داره. یعنی کیفیت 14 بهتره ولی چون خوش دست بودن یا تفاوت قیمتی مناسبه. تفاوت قیمتی نه چقدره؟ تا خونای 7000 الی 8000 بیشتر تفاوت نداره. یعنی 14 پرو مکس 7000 گرونتره نسبت به 13 پرو مکس. بعد در جدیدترین موبایلایی که دارن کدوم موبایل‌ها؟ جدیدترین موبایل دنیا 17 پرو مکس. آیفون 17 پرو مکس. و سامسونگ هم S26 اولترا. S26 اولترا. این آیفون 17 پرو مکس مشخصاتی رو اگر در دوستان لطف کنین بگین. 17 پرو مکس مشخصات از 256 جی بی حافظه شروع میشه تا 1024 جی بی. یعنی تا 1 گیگابایت. بله 1 ترابایت. این هم نمونه باز کرده ایم. نمونه باز. گوشی خوش دست یا دیگه کیفیت اینا هم که دیگه خیلی هم کیفیت عالی و بالایی داره. موبایل بروز و جدید از این بالاتر دیگه تا موبایل نام. چند رنگ داره باز این موبایل شما؟ این رنگ سفید داره، اورنج داره، آبی داره. سه رنگ داره. سه رنگ داره. بله. فروشترین رنگ کدام رنگ؟ سفیده. سفید. یعنی اورنج زیاد پسند داره. اورنج خیلی کم میبره. کم. تفاوت قیمتی داره سفید با اورنج؟ نه فرق نداره. هر دو تا یک. هر دو تا یک. اگر لطف کنین قیمت 256 512 هم 1024 جی بی 256 جی آیفون 17 پرو مکس میاد که مثلا 200 قرار از سمت چیز ما بیاین نوت اکتیو ماستر پیک اصلی اورجینال 256 میدیم $1390 $1390 512 جی بی میدیم $1630 رو هم نوت اکتیو 1024 جی بی هم به خونای $2200 $2200 بله 1024 سیم درسته اینا یک سیم کارت مستقیم میخوره یک سیم دیگه ای سیم فاز میشه. در مورد آیفون 18 معلومات دارن فکر کنم تازگی قرار بیه نخیر معلومات او 4 ماه بعد میاد 4 ماه بعد بله S26 اولترا ما اگه برای ما نشون بدین هم S26 اولترا کلم بسته کرده کلم بسته مشخصات از این هم اگر لطف کنین بگید اینا هم از 256 جی بی حافظه شروع میشه تا 1024 سامسونگ تا 512 بیشتر نمیبرن. قیمت 256 جی بی میاد $960 512 جی بی میاد قیمت $1150 $190 تفاوت حافظه. کیفیت هم دیگه کیفیت هم عالیه. همین زوم که نشون میده واقعیت داره. بله یعنی خیلی 100 زوم داره. 100 زوم بازکرده رو نداره فعلا. بازکرده S25 اولترا داریم. S26 فعلا بازکرده. S26 فعلا. یک موبایل که مثلا قیمت و مناسب باشه، کیفیت هم خوب برای دوستا اگر پیشنهاد بدن مثلا از آیفون و سامسونگ کدام موبایل پیشنهاد بدین؟ آیفون 15 پرو مکس. 15 پرو مکس. بله.
اینا کارخانه چند می قیمت اینا؟ 15 پرو مکس دسته دوم میدیم برای شما 48 هست. 48,000. پایین‌تر چی دارین قیمت مناسب؟ پایین‌تر مثلا 14 پرو مکس میشه. 14 پرو مکس با ارزون تره. 14 پرو مکس قیمتای کارتون دار 37000. کارتون داره. بله. باز بی کارتون چقدر؟ بدون کارتون نداریم. کار بدون کارتون. کار بسیار خوب میکنه. همین که بی کارتون نمیکنه. اعتبار یک فروشگاه احساس میکنم همین کارتون دار بودن و همین اصلی بودن اینا. ما گوشی بی کارتون فروشاد نمیکنیم، ما کلا گوشی‌های اورجینال و کارتون دار فروشاد میکنیم. سر کار ما با گوشی بی کارتون نیست. من همین تا خدا میکردم که کاکا جان شما صحبت کنه. نه بگیم آماده. به یک معرفی اگر داشته باشین خودتون. اسم سید عبدالرحمن رحمانی فامیل ما تقریبا میشه سابقه 20-22 ساله. اولین موبایل فروشی در هرات ما افتتاح کردیم. دنیای موبایل خود یک برنده و سابقه خدمات خیلی خوبی داره. همشهریای ما همچنان مردم ولایت هرات ما با ما آشنایی خوبی دارن. از فروشگاه ما خریداری زیاده کردن. بسیار خوب. شما از دیگه ولایت هم میآیند مثلا مشتری برای شما میآید؟ تا سر افغانستان مشتری داریم از ولایت‌های قندهار، فرا، نیمروز مشتری زیاد میان. ما همچنان کار عمده و پرچه نمیکنیم. بسیار خوب. فروشات آنلاین هم دارین یا نه؟ بر فرض مثال فروشات آنلاین از طریق واتساپ فروشات داریم. دوستا تقاضا میکنن، قیمتا رو میگیرن از ما، شماره ما رو پیدا میکنن از ما، قیمتا رو میگیرن، ما برای اینا ارسال میکنیم. خب بعد پول چی رقم دریافت میکنه وقتی که ارسال؟ که آشنا باشن پول بعداً به حساب میرسونن، غیر آشنا باشن پول به صرفی حواله میکنن، ما جنس برای اینا ارسال میکنیم. یعنی اول باید به صرفی برای شما برای ما حواله کنن. اونایی که آشنایی ندارن یا سابقه کسایی هستن که مشتری ان، پول ما برای اینا موبایل روان میکنن، پول بعداً روان میکنن. اونایی که بار اول و اینا خرید میکنن پول از طریق حوالجات یا از طریق دوستا خب برای ما روان میکنن، ما جنس برای اینا روان میکنیم. بسیار خوب. کاکا جان اگر لطف کنین برای ما بگین اگر خاطر خوشی در همین مدت 22 سال در زندگی خود دارین برای ما، اگر لطف کنین برای ما ببینید بگین از همین موبایل فروشی. خاطرات همیشه الحمدلله خوشه. همین که خدمت میکنیم، دوستا ما همشهری‌ها ما میان، ما برای اینا کار راه میندازیم. مشکلات تکنیکی داشته باشن کار رو انجام میدیم، هم اونا خوشحال میشن هم ما خوشحال میشیم. یا مشکلات نرم افزاری داشته باشن کار راه بندازیم، اونا خوشحال باشن ما خوشحال میشیم. خوشحالی ما با خوشحالی مشتریای. خاطرات تلخ الحمدلله وجود نداره. رابط ما با مشتری‌ها محسنه، دوستی، صمیمیت و اساس صمیمیت و اعتبار و اعتماد با هم دیگر کار میکنیم. از ما راضی ما از اونها راضی. کار بسیار نیک میکنه. خداوند شما توفیق بده، عزت بده، سلامت باشین. برای ما بگین که وقتی که مثلا کسی بیای فروشنده باشه موبایل خود بفروشه چه قوانین و مقررات باید سپری کنه تا بتونه موبایل تحت نظر اتحادیه موبایل فروشان همه دکاندارا همچنان کار میکنن. دکان دنیای موبایل همچنان تحت نظر و مدیریت حاجی گلبدین خان بشیری که رئیس اتحادیه موبایل فروشه. اونا باز یک فرمولی دارن که از طریق اتحادیه برای خرید و فروش موبایل مشخص شده که موبایلی که میخریم چی مشخصاتی داشته باشه، موبایلی که میفروشیم دارای چی مشخصات باشه. بر اساس همون دستور عمل اتحادیه ما کار انجام میدیم ان شاء الله. بسیار اگر لطف کنین بگین کوتاه بگین که چه مقررات موبایلی که بی کارتن باشه فروشگاه‌های برند مثل دنیای موبایل خریداری نمیکنه. همچنان فروشگاه دیگه هم در سطح هرات هستن که کار موبایل‌های بی کارتن یا موبایلی که از دیگه جا وارد میشه اسناد گمرکی نداره، این فروشگاه معتبر اینا خریداری و یا همچنان نه خریداری میکنن نه میفروشن. اما موبایلایی که گمرک شده قانونی وارد میشه اونا رو همچنان ما کار میکنیم و فروشگاه برند دیگه هم هستن که در هرات اونا فعالیت میکنن، اونا هم کار میکنن. بسیار خوب. بعد موبایلی که میفروشین چند وقت ضمانت داره؟ ضمانت قانون اتحادیه موبایل فروشان هر موبایلی که ما میفروشیم 12 تا 24 ساعت بر اساس اطمینانی که ما از جنس خود داریم. گاهی وقتا یک هفته در روز هم برای مشتری تایم میدیم، وقت میدیم که اونا رضایت بیشتری از ما داشته باشه. خب ضمانت که میدن شامل چی چیزا میشه؟ ضمانت‌های موبایلایی که ما میفروشیم ضمانت اینا بر اساس اورجینال بودن اینا و گارانتی 24 ساعته تا 10 روزه داره. خدمات پس از فروش مثلا در حساب لوازم جانبی خدمات داریم، برای اینا تخفیف ویژه میدیم، همین چیزا. بسیار خوب. سپاسگزارم از شما کاکا جان، لطف کردین. سلامت باشید. ما برنامه ما ادامه داره، فقط می چند تا سوال دیگه از لالا جان دارم. عزیزی صاحب بودین درسته؟ برای ما بگین قیمت مناسب تر شما یک آیفون 15 پرو مکس یک آیفون 14 پرو مکس مناسب تر مثلا که خواسته باشن کیفیت داشته باشه. آیفون 11 ساده قیمت مناسبی داره.
11 نرمال کارتوندار در حد نو استفاده شده خارجه. این هم قیمت میای خانه 16500 با 300%. 16 و نیم. بله دو سیم کارت همزمان. چند جیب حافظه داره؟ 128 جی بی. 128. بله حافظه هم خیلی خوبه. باز اگر بخواین یک مدل بالاتر 13 نرمال میشه. این هم قیمت مناسبه، این هم قیمت کارتوندار میای 20000. 20000. این هم دو سیم کارت همزمان میخوره 128 جی بی. موبایلی که شما داخل ویترین میبینید استفاده شده خارج از کشور، یعنی استفاده شده افغانستان نداریم. ما کلا گوشه که در حد صفر، تمام مدل ها موجود هست الحمدلله. و موبایلی که پلم میبینیم همه گوشی ها پلم داریم با حافظهای مختلف، رنگای مختلف، اورجینال، نان اکتیو موجوده ان شاء الله. بسیار خوب. تعمیرات هم دارین درسته؟ بخش تعمیرات شما تمام موبایل ها ما میتونیم خدمات تعمیراتی هم نرم افزار هم سخت افزار انجام بدیم برای مشتری ها، خب تا اونو سرگردانی به جای دیگه پیدا نکنه. بسیار تشکر از شما، لطف کردین. زنده باشید. نه ارتباطی هم ما داریم، پیج اینستاگرام هم داریم. بسیار خوب. پیج اینستاگرام خودم از آخر بدین که باز ما برای دوستان به اسم دنیای موبایل. بسیار. پیج اینستاگرام هم داریم، همیشه فعاله. شماره واتساپ همه چیز هم اونجا ذکر شده. دنیای موبایل درسته؟ دنیای موبایل بله. بسیار خوب. چشم. بیننده عزیز اگر خواستین از طریق آنلاین سفارش بدین یا محصولات رو بیننده باشین، میتونین یک سری پیج اینا بزنید. همونجا برای شما پاسخ هم میدن در مورد قیمت ها. روز به روز قیمت ها به روز رسانی میشه به خاطر قیمت دلار. یک قیمت جدید میرسه. امروز اگر گفتن 1600 خورده، فردا شاید دیدین 1400 دلار. فرض مثال. پس امیدوار باشیم قیمت ها میای پایین، چرت نزنین بخیر. برنامه ما کماکان ادامه داره، تا آخر برنامه در کنار باشین. سپاسگزارم از شما. خب بیننده عزیز مجددا خوش آمدین. برنامه ما کماکان ادامه داره. یک چیز جالبه که چشم ما خوردی، موبایلایی بود که به اصطلاح سفارشی درست میشه، کاور اینا همه چیز اینا سفارش. معلومات میگیریم که چی رقمه. اگر لطف کنین در مورد از اینا برای ما معلومات بدین که چی رقم‌های دوستان میتونن سفارش بدن به هر رنگی. بله خدمت شما عرض برسانم که این آیفونی مدل که شما فعلا میبینیم آیفون 13 پرو مکس گلدشن و 12 پرو مکس گلدشن، یعنی مدل های اینا از چند سال قبل. از این میتونید شما 17 پرو مکس گلدشن سفارش بدیم به رنگ های مختلف. همچنان میتونید رنگ گلد انتخاب کنیم یا رنگ های جگری یا رنگ های قهوه‌ای. مگر گلد انتخاب کنیم رنگ طلایی میشه، کلا کور طلایی میشه، کور اورجینال با موبایل است. اینا سفارش شما قبول میشه، بعد از 72 ساعت به شما ما تحویل داده میکنیم. کلا یک باکسی هم داره یا هر موبایل که شما سفارش بدین یک باکس داره. باکس به رنگ‌های مختلفتون باشه، چون این موبایل گلدشن رنگ طلایی، باکس هم طلاییه. اگر رنگ جگری باشه باکس جگری، قهوه‌ای باشه باکس قهوه‌ای. بسیار خوب. هزینه که شما مثلا دریافت میکنین بعد به مشتری تحویل میدین، هزینه رو مگر برین؟ هزینه میتونه مختلف باشه. نظر به مدل سال موبایل، نظر به موبایل میتونه مختلف باشه، نظر به حافظه میتونه مختلف باشه. این 256 جی بی 13 پرو مکس از سال قبل، یعنی از 4 سال قبل، یعنی این میای برای شما 55000 افغانی. اگر بخوای اینو 17 پرو مکس گلدشن انتخاب کنی، 17 پرو مکس گلدشن به شما میاد $2200 تا $2100. $2100. همین باز جنسی که کار شده رو از چی جنسه؟ جنسا کلا همون موبایل همون جنس تیتانیوم، جنس فلز آلومینیومه که قبلا با موبایل استفاده میشه. هر رنگای اینو تغییر میده. نه منظور می بود که همین کاوره که فقط مثلا من موبایل دارم، آیفون 17 پرو مکس دارم، میگم رنگ رو عوض کنم. بود چقدر شما چی میگید؟ ما از کاور به شما رنگ رو عوض کنیم، کاور اورجینال به شما تبدیل کنیم، $350 میگیریم به شما. کاورای سفارشی، کاورای معمولی باز قیمتا مختلفه. بسیار خوب. پس یعنی اینا رو سفارش شما میگیرین، هزینه هم نظر به موبایل، نظر به مدل موبایل. مثلا موبایل شما اگر 13 14 باشه قیمت پایین‌تر میاد، درسته؟ چه موبایل بالاتر میره چون زحمت بیشتر روی استفاده. بعد شما مثلا این موبایل‌ها با کاور کمپانی میاد، ما کاور چنج نمیکنیم. کمپانی کاور اینا میاره، اما گلد میاره یا قهوه‌ای یا طلایی، هر چی که شما سفارش بدیم اما کاور کمپانی تبدیل میکنه. فقط برای آیفون یا نه برای همین موبایل هست؟ برای تمام موبایل های آیفونه.
فقط آیفون. یا مثلا سامسونگ باشه؟ سامسونگ نمیشه. نمیشه. درسته. بسیار خوب، تشکر، لطف کردین. سلامت باشین. ان شاءالله که همیشه موفق باشین. خدمت هستیم ان شاء الله. دوستای عزیز، برنامه ما باز هم ادامه داره، در کنار ما باشین. خب دوستان عزیز، مجددا خوش آمدین. امیدوارم تا آخر برنامه در کنار ما باشین. برنامه ما کماکان ادامه داره. آمدیم کنار یک از دوستای دیگه که مسئول فروش لوازم جانبی موبایل در این فروشگاه هستند. سلام، وقت شما بخیر. سلام، وقت شما بخیر. سلام خسته نباشید. خدمت شما و همکاران عزیزی که ما بیننده هستن. بنده جای احمد محمدی هستم. خدمت شما. قربان شما محمدی. صاحب عزیز محمدی بودین، درسته؟ شما لطف کنین برای ما بگین که چند وقته که شغل شما فروشندگی لوازم جانبی موبایل و چند سال داخل از این فروشگاه کار میکنه؟ حدود تقریبا 10 سال میشه که من کار لوازم جانبی میکنم و حدود تقریبا 6 سال 6 سال میشه که خدمت دنیای موبایلم که کار لوازم جانبی موبایل میکنم. بسیار خوب. کار لوازم جانبی موبایل چی رقم؟ یعنی فروشات خوبه، نیه بازار خوبه داره نداره؟ در کل فعلا به دلایل مشکلاتایی که وجود داره میتونیم گفت کمی ضعیف‌تره، ولی شکر خدا کار دکان ما نسبت به دکان‌ها بی‌تره، به خاطر که ما جنس بی‌تری داریم، جنس درست داریم و در کل شارژر و گوش درست داریم و اینا که هر چی که ما گوشی مشتری میخره ما خدمات پس فروش داریم که مشتری ها خیلی از گلاس گرفته تا پوش و تا شارژر و تا همه چیزا، تا لنز و چیزا. یک لطف دیگه هم بکنید، پر فروش ترین پوشایی که داریم فعلا کدام های از کدام موبایل های؟ موبایل فعلا پرترین فروش که هست موبایل های آیفونه 14 پرو مکس، 15 16 17 پرو مکس و بیشتر پوشی که ما برای مشتری ها میدیم مشتری در خود پوش ساده میگه و ما پوش ساده میدادیم به خاطر دید گوشی و ما پوشایی داریم، باز آونی داریم، پوشایی داریم، اینا باز استوک میگیم، اینا پوشای استوک میگیم، اسپورت با به حساب مقبولی باز اینا بیشتر میبرن. اینا برای آیفون 17 پرو مکس. برای 17 پرو مکس. اگر لطف کنین قیمتا اینا رو بگید، مثلا همین قیمت از این 17 پرو مکس. این از 17 پرو مکس قیمت از $20 میاد. 20 دلار. بله، این اورجینال اصلیه، رنگی اون نمیره، گوشی آسیبی به گوشی نمیرسونه و خیلی مشتری ها راضی هم از بردن. این هم شکل از این قیمت $20 و همونطور که گفتم جنس ها از اینا نسبت به این پوشای دیگه که کیفیت بالاتره، رنگی ها نمیره، گوشی به گوشی آسیبی نمیرسونه، به خاطر خیلی از زیاد میبرن. اینا ضمانت هم داریم؟ 100% ضمانت. وقتی ما مشتری میگیم ضمانت 2 ماه یا 3 ماه، رنگی ها نمیره، مشکل نمیره، یک وقتی اگر خدای نکرده مشکل خود میاد مشتری اینا رو عوض میکنه. جنس اینا محکمه، یعنی مشتری وقتی که استفاده کنه موبایلی اگه بفهمه دستی مشکل نمیره. پوش در کل پوش به پشت گوشی باشه، هر نوع ضربه که گوشی بخوره گوشی در امانه، یعنی جلوگیری میکنه، جلوگیری از ضربه، جلوگیری از ضربه، خصوصا مدل آیفون. مدل آیفون که هست کمک چیزتره، میشه گفت کمک ظریفتر و کمک به حساب ضربه نازکتره و باید خیلی روش کنن ضربه و چیز نخوره، به خاطر که ضربه میخوره آنتن خود میپرونه، بس بعضی از مشکلات ها ایجاد میکنه. بسیار. در مورد هندزفری ها خوب بگین، همون به اصطلاح ایرپاد و دیگه از این هدفون ها اینا. ایرپاد که هست ما چند مدل ایرپاد داریم در بازار، خیلی ایرپاد زیاده، میشه گفت شاید 50-60 مدل ایرپاد اینا درجه بندی داره. یک مدل اصلی به نام ایرپاد مکس از این برای آیفونه، ولی ما اصلی اورجینال از هم داریم، این که هست بازاریه، آی کوپی اون آی 99، یعنی خودی اصلی هم چندان تفاوت نمیکنه، کیفیت خیلی بالای، حتی داخل گوشی نشان نمیده کوپیه. قیمت از اینو ما 1000 میدیم، کیفیت 1000 افغانی میدیم، ولی کیفیت خیلی بالای، ضمانتی هست، 6 ماه گارانتی داره به حساب سوختن و به حساب بطری و همه چیز. باز مدل اصلی که هست باز اصلی هم داریم که باز اصلی باز چند قیمت؟ اصلی داریم تقریبا $500 میاد. $500. اینا چه ویژگی مثلا نسبت به دیگه ایرپاد داره؟ به دیگه هدفون ها؟ آیا صدا تیریدی میکنه بر فرض مثلا؟ بله، شارژی خوبه، صدا تیریدی میکنه،
بیشتر برای کلب و اینا، برای ورزش و برای پیاده روی اینا استفاده میشه و تمام مشخصات که یک آهنگ داره. اگر دیویدی باشه دیویدی سپورت میکنه، اگر باس داشته باشه باس سپورت میکنه. میتونه حتی این مدل 1000 افغانی، حتی این مدل 1000 افغانی 500 دلار بله. و یک ویژگی های دیگه داره که باز یک دو شماره ویژگی داره که دو اصلی وقتی سر خود سمت چپ ببریم صدا پایین میبره، وقتی صحبت هم میکنیم صدا پایین میبره. یک ویژگی های دیگه هم داره، یعنی به اصطلاح هوش مصنوعی داخل از کار. ای خیلی ببینیم. بله بسیار خوب. در مورد ایرپادا کوچیک خواهم کوچیکا اگر برای ما توضیح بدین. ایرپاد کوچیک معمولا مثل همین که گفتم شاید احتمال داره 50 60 100 مدل باشه داخل بازار. ما یک مدل داریم این آی کوپی 99 داخل آی کوپیه، بله. این داخل گوشی نشان نمیده که کوپیه و نویز اسکلیشن هم داره که صدا بیرون نمیتونیم شما قطع کنیم، مثلا صدای بیرون اذیت نشه. کیفیت خیلی بالای اینا ما میدیم 1000 افغانی. باز اینا مدلای هست که تا بازار اینا 400 و 300 و 200 هست. اون مدل خیلی بهتره. از یک مدل بالاتر که هست اصلی اورجینال میشه که ما میدیم به 220 دلار 200 دلار 220 تا 200 دلار. او 220 دلار یا دیگه برای صحبت کردن هم کس مشکل نمیشه. بله اینا برای صحبت کردن چندان نمیشه گفت به شما بگم خوب. برای بیشتر برای آهنگ و برای ورزش اینا استفاده میکنن. به حساب مکالمه که هست با اورجینال بیشتر کار میده. ولی کسایی هم که اورجینال نمیستونن باز برای ما گوشی‌های داریم، گوشی که سیمی مستقیم به جای شارژر گوشی میخوره، میتونن راحت صحبت کنن. بسیار خوب. او چیه پشت سر شما بالا؟ این اسپیکر از این هم چند مدل ما داریم. این هم میتونه که به شما گفتم گرچه مدل های اصلی خیلی نمیاد از اینجا سراغ مشتری خیلی کم داره. یعنی مشتری کمتر داره. شما قیمت مناسب تر میگین که فقط برای تکمیلی جنس بله تکمیلی جنس به راحتی مشتری ما کاری رو انجام بدیم. میبرم اینا زیادتر میبرم به تفری و اینا میبرم و جنس های خوبی داره. اگر این جنس پینی رو میاریم خوبی رو میاریم که وقتی مشتری به حساب برق و به حساب کیفیت و همه چیزی. سپاسگزارم از شما عزیز. لطف کردین. ان شاء الله که موفق و پیروز باشین. اگر سخنی به دوستا اگر دارین ان شاء الله ما دنیای موبایل کار میکنیم. یک وقتی اگر دوستا شما همکارا هر وقت همینجا بیایم از هر نوع ارائه میکنیم حساب گوشکی کوش ما به خدمت همگی هستیم. بسیار خوب تشکر. لطف کردین. سپاسگزارم از شما. بیننده عزیز برنامه ما کماکان ادامه داره. امیدوارم تا ختم برنامه در کنار ما باشید. تشکر. خب دوستان عزیز همین لحظه که مشاهده میکنید یک از دوستان اومدن موبایل خرید کردن از اینجا. از اینا میپرسیم چه موبایل خرید کردن و چرا این فروشگاه انتخاب کردن. سلام خدمت شما. سلام علیکم. خوب انت خوشحال سلام. یک معرفی به ما دوستا اگر خوب داشته باشید. سلام خدا خیلی لامت طاهری ام یک دانشمندان شهر ایران. بسیار خوب. طاهری صاحب عزیز موبایل فروشی در ایران زیاده. همین ما به همین راستا اگر نگاه کنم بالای 30 تا دکانه. چه سبب شد که اومدن از اینجا خرید کنن از دنیای موبایل؟ دنیای موبایل که هست یکی از برندهای شهرمانه. گوشی اینا نسبت به دیگه هم گوشی اینا خوبه و هم به قیمت خوبه میدم، قیمت مناسب. یعنی دفعه اول از این خرید میکنید مشتری نه؟ مشتری نه ما. پس مشتری نه که قطعا اومدن. شما هم یک بار خرید کنین دیگه از جا خرید نمیکنید. با خیال آسوده میان از اینجا خرید میکنید. موبایلی که گرفتین چی بود؟ موبایل آیفون 17 پرو مکس. 17 پرو مکس. بله. اگر لطف کنین برای ما بگین قیمت تو چند خریدین؟ فاکتور به ما نشان بده. این فاکتور ایراد جگر یا خود موبایل 1360 دلار درسته؟ 1390 دلار. دیگه مشخصات رو هم برش ما بگم نات اکتیو دیگه ضمانت اورجینال هم دادن. حافظه چنده؟ 256. 205. مبارک شما باشه ان شاء الله که به شادی استفاده کنید. شیرینی های ما نه فقط هم یک گفتنی اگر به دوستا داشته باشن هم روزم شیرینی ما قبول داره. گفتنی چیزی خاص ندارم. تشکر از دنیای موبایل. تشکر از شما. لایک و سابسکرایب از یاد شما نره. حتما جناب ما رو حمایت کنید. سلامت باشید ان شاء الله که مبارک باشه. به شادی استفاده کنید. سلام. دوستان عزیز شما میتونین بیاین از اینجا خرید کنین با خیال آسوده
دلجم موبایل های نام قیمت های اینا خوبه نسبت به دیگه جا و کیفیت اینا هم که نام خدا عالیه. سپاسگزارم. خب دوستان عزیز، این بود ویژه برنامه امروزی ما. امیدوارم که مورد پسند شما قرار گرفته باشه. هر جایی که هستین سالم و تندرست باشین. شما رو به خداوند پاک و بنیاز میسپارم. کانال ما حتما حمایت کنین، سابسکرایب کنین، ویدیو ما لایک و شیر کنین. ان شاءالله که همیشه موفق باشین. راستی یک موضوع دیگه هم خدمت شما برسانم. از سمت کانال یوتیوب ما هر کدوم شما عزیزان تشریف بیارین در این فروشگاه برای شما تخفیف خاص مد نظر گرفته. فقط امیر بگین که ما از کانال یوتیوب زیبای افغانستان تشریف آوردیم. ان شاءالله که برای شما تخفیف میده. سپاسگزارم. اوقات بکام شما. سلامت باشید.